درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتار دهم. طیاره‌های سودان باشند، همگی از خارجه خریده شده‌اند. از چیز خریده فراوانی ساختن امر محال. اگر اسرافیل بر این به قوت دعا اعتقاد می داشتم، حالا از دل و جان به الله عبادت برده درخواست می کردم که به کار دولت جوان سودان به مملکت این مردم کشاده روی مهنت دوست نیست اوج و برار عطا کن تا که زودتر صاحب کارخانه های کلان و توانا بشوند که شرط نخستین استقلال حقیقی است. چی خوش که نه به دعای من احتیاج است و نه به دعای اسرافیل. خلق صاحب تقدیر خود باشد، حتما به مقصد می رسد. انا در ریسپوبلیکای متحده عرب حالا موشک‌های پرقوت سر می‌دهند که خبط‌های بالایی آسمان را تدقیق کند. با یاری متخصصان ما بزرگترین آببند این قطعه را بنا می‌کنند. قاریه از حجره خود برآمدند. از بین ما 5 نفر از جمله کمینه را انتخاب نموده گفتند که به نزد سردار دپارتمنت عاید به کارهای دینی ریسپوبلیکای سودان می رویم. قبول رسمی به هیچ کر و فر و حشمت گذشت. ما را در پهلوی حولی دپارتمنت استقبال گرفته به حضور سردار وارد کردند. در پیش میز سردار که مردکی تقریباً 40 ساله ریش و موی لب تراشیده حلیمی بود دوره گرفته نشستیم. چندی از خدمتچیان اداره در کناره های خانه راست ایستاده به پیش ما آبی میوه، سیگارت و گوگیر میگذاشتند. صحبت اساساً بین قاریه و میزبان میگذشت. سردار ما به عربی خوب حرف میزدند. عموماً آدمی عاقل و جهان دیدند. حالا طرز سخنرانی و معامله این شخص را دیده در دلم افسوس میخوردم که اگر ایشان روحانی نمی شدند، اقلاً به درجه وزیر یگان ساحه یا عالمی که نامش به سرتاسر اتفاق مشهور گشته است خادم دولت جمعیت می شدند. خادم دین هم به مردم لازم است، اما نه برای امروز و فردای مردم، بلکه به خاطر احترام دیروز گذشته آنها. عجیب که جمعیت انسانی هم طبیعت بر این ناز و کرشمه و شوخی ها داشته است. طبیعت شیرینکار مثلا در تن آدم عضوهای آفریده است که به چی لازم بودن آن معلوم نیست، اما همان اعضای بی‌نفع هم گاه عرض وجود می کند. از گفت و شنود عربی چیزی نفهمیدم و به اندیشه خود بند می شستم. در مسکو گمان می کردم که ترجمان گروه همان در این گونه موردها ما را از موضوع صحبت مختصر باشد هم آگاه خواهد کرد. لیکن قاعده های گروهی روحانیان از دیگر نوع مسافران تفاوت داشته است. از افتکار میزبانان تعریف تیمورجان قاری را شنیده از او خواهش کردند که کمی قرآن تلاوت کند. وی این سپارش را با خرسندی تام ادا کرد. تیمورجان که آواز به قوت و شیردار فارمی دارد، به نظرم همیشه جویای مورد مناسب است که صنعت خود را نمایش بدهد. واقعاً تقاضای هنرنمایی کردن و توصیف و حسنات شنیدن کسلی آنقدر هم نادیره نیست. گویا دمی که ما با قبول رسمی بند بودیم، در مهمانخانه مخبر صورتکش روزنامه الثوره منتظرمان بوده است. او همه گروه را به باغچه مهمانخانه برآورده قطار گذاشت و قاریه را در مابین مانده رسم گرفت.
نه، گفتم من به اسرافیل که او را به این مناسبت خودم از حجرهش دعوت کرده آوردم. اکنون نام متولی اوفه در مملکت‌های عرب هم مشهور می شود. هرچی شود با خواست خدا می شود، گفت او. ها، البته، گفتم من در جواب او و در دلم علاوه کردم که در عین حال اهمیت اراده محرری روزنامه یا کسی دیگری که صورتگیر را به اینجا فرستاده است از اراده خداوند ذره کمتر نبودگی است. نمیدانم مرا در باطن چه حادثه روی داده ایستاده است. پیشتر اگر بشنوم که کسی تقدیر خود یا کار را به خواست خدا حواله می کند، به حال آن شخص مدت دلم می سوخت و بعد سخن او و خود او را فراموش می کردم. حالا در هر جایی که از این موضوع اشاره شود دلم یک بار تنگ شد و فشار می خورد و در وجود خود یک خواهش رفع ناپذیر حس می کنم که با تمام آواز فریاد کنان بگویم: های، بس کنید، بس است. تا کی با شکل و شمایل دوپ درست در لایخانه خودتان کافتگی بیهوده دست و پا میزنید و حال آن که دست یازانید آن را هزاران خیرخواهان شما با شادمانی میگیرند. گمان داشتم که در سفر حج با تأثیر محیط دلم به مهر پروردگار مایل نشود هم به آنهایی که او را می پرستند از پیشینه نرمتر خواهد شد. ولی هیهات برعکس چشم داشتم شده ایستاده است. اکنون هر دفعه مرا زور و کوششی فوق العاده لازم می آید که خود را دست بگیرم، از دادگویان به همسفران مراجعت کردن خود را باز دارم. حاضر هم سخن جوره نوم را با آواز بلند تصدیق کرده فکر خود را در دلم اظهار می کنم. سفری مبارک به من ریا پرورد، عجیب می شود کو؟ اما تدبیر دیگر نیست. من نمی توانم که عقیده ام را به ملا اسرافیل آشکار گفته این یگانه همدم و همصحبت مسافری ام را از خود دور سازم. قریب نماز عصر دیگر عیان گردید که امروز هم طیاره نمی شود. قاریه که دلتنگ شده به سفارتخانه خودمان رفتند. اکنون ساعت در گرد و اطراف دور زدن ممکن شد. اسرافیل نماز خوانده آمد و ما همراه به تماشای باغ حیوانات رفتیم که در پس گرند هتل واقع گشته است. در این باغ نیز همان جانورانی بودند که در باغ‌های حیوانات خودمان دیده ایم. ولی به نظر من آنها چندان عجایب نمی نمودند، زیرا لحظه فراموش کرده نمی توانستم که کرکدن و تیمساح‌های بزرگ، زرافه و پرنده‌های صدرنگه گرچه در باغ حیوانات استقامت دارند در وطن خود می باشند. از خرطوم برآمده چند فرسخ به جنوب یا غرب بروید، در کوه و دریا، دشت و جنگل‌های کشور همه این جانوران را می‌بینید. البته به شرطی که میل دیدن داشته باشید، وگرنه آرزوی روبرو شدن با تیمساح یا کرکدن در دل نه هر کس جوش می‌زدگی است. اما آزادگی باغ جالب دقت بود، خصوصاً که این باغ حیوانات بود. هنوز هنگام ملاقات سفیرمان گفته بود که در سودان با وجود سفید پوش بودن اکثریت اهالیش کسی را ببینید که گریبانش چرکین یا یگان جای قبایش داغدار است، بدانید که او سودانی نیست، او مسافر است. سفیر راست گفته بود. من نه در مهمانخانه، نه در کوچه ها، حتی در باغ حیوانات مگسی را ندیدم. حاجتی گپ نیست که چون این حالت به خادم طب تا چی اندازه گوارا است.
پیشینی بعد صورتگیری در صحنه مهمانخانه می نشستیم که مأمور آن به نزد ما آمده احوال پرسی کرد. قاریاکه به او از رضایت اهل گروه خبر داده علاوه کردند که به ما و خصوصاً به دکتر ما نبودن مگس معقول افتاده است. نه با حرارت اعتراض نمود مأمور. مگس هنوز بسیار است. خودی حاضر در زر کلان طعام خوری یک مگس را دیدیم که با داشته گرفتنش قریب 1 ساعت وقت 4 کس صرف شد. با اسرافیل به کافتکاو دکانی نزدیکترین کتاب فروشی رفتیم. به من یگان خیل دفترچه یا بلاکنوت لازم بود. دفتر و قلم دین دکاندار عرب هدیه کرده را کثیرمان حاجی عبدالخلیل الکه دیده خیلی تعریف کرد و مرا به جز توفه کردن آن دیگر علاج نمانده بود. دکان کتاب فروشی گوشه دوری موزه برین بیکس و ساکیت بود. وی غیر از یک کنارش که در آنجا اشیای مکتبی و افتروچکه های هر رنگی گرانبها می فروشند، از آستانه تا پیشگاهش پر از کامیکس ها و دیگر کتاب های به همین مانند بود که آن را در مملکت ما ادبیات بلوری می نامند. حتی از عنوان و رسم های روی مقاومه معلوم شده می ایستاد که در این کتاب ها غیر از تفسیر کشاکشی، رقابت خونین برای میراث یا معشوقه برای پیش دستی در غارت فلان میلیونر دیگر چیز پیدا کردن مشکل است. ما نیم ساعت لوحه های مگزین را تماشا کردیم و همین قدر در تگ در آن ایستادیم، ولی در همه این مدت خریداری را ندیدیم. در دلم به ناشران این ادبیات قائل شدم که با وجود آن که در یک مملکت دور عرب چند پوله آبروی داشتن کتاب‌های درد سرآوری خود را می‌دانند، آن را با چنین یک اصرارکاری و متانت شایسته کاری سودمند پهن کردنی می‌شوند. اسرافیل نماز شام قضا نشود گفته دلش را می‌خورد و ما دودوان به منزل دریایی خود برگشتیم. دیگران هم در این 2 ساعت شهر را سیر کرده آمدند. ملا عبدالرازق جان اکه در صحن کشتی دویم که جای عنعنوی جمعیت‌های ما شده بود خرید خود را نمایش میداد و یک ایزار سفید امریکایی خریده است. کجای این ایزار به شما معقول شد؟ طاقت کرده نتوانستم پرسیدم. ای دکتر جان، شما غلطی کو؟ به نفعش یک ذهن مانید؟ به نفعش به نفع ایزار 2 قبض رزینکه را بالا و پایان چین کرده دوخته بودند، لیکن به خاطر چینی خوشنمای نیفه برای از یک مملکت به مملکت دیگر ایزار خریده بردن ذوق فوق‌العاده غلطی داشتن لازم. به هر حال همسفر ما چیزی نو خریده بود و شرط آداب تقاضا می نمود که البته تبریکش کنیم. ایزار مبارک. از حال حضرت نریمان خبر گرفته به حجره خود رفتم، اما تا ساعتهای 10-11 شب تا تمام برطرف شدن تصفیه بام در حجره ایستادن عذاب نقد است. کتابی ندارم که بخوانم، ذاتاً به شخصی به حج رونده
غیر از کتاب‌های دینی چیزی دیگر خواندن ممکن نیست. سراییدن ممکن نیست، خندیدن ممکن نیست، لطیفه یا حکایت گفتن و شنیدن ممکن نیست. احتمال رادیو شنیدن من نباشد. در دم کشتی ما سرتراشخانه هتل جای گرفته است. سرتراش در آنجا هم کار میکند، هم اقامت دارد. به نزد او میروم. رادیو پریامنیکی خردکک دستی دارد. وی مردی نرم‌معامله است و مثل همه همکسبه هایش به صحبت مراق کلام دارد. این پیوسته به گوش رسیدن آواز حلقومی او معلوم است، اما بنده زبان او را نمی دانم و به درد او دوا شدن نمی توانم. دسته های رادیو پریامنیک را هرچند تافتم، غیر از تلاوت قرآن و صدای دیکتارهایی که اخبار عادی را از چی سببی باشد با یک آهنگ جنگاورانه می خوانند چیزی نیافتم. پریامنیکش ظاهراً فقط از شهرهای گرد و پیش می گیرد و بس. کاش یگان سرود فارم عربی را می شنیدم، از همان سرودهای زیبایی به تأثیری که به طفیل فستیوال جوانان در مسکو، بعد به واسطه آواز خوشی با تر زاکیروف، رشید بیبوتوف و لیلا شریف و در مملکت ما هم پخش شده است. به توفیق در همین اثنا رشکم می آید که در خانه‌اش البته رادیو پریامنیکی به قوت داشته است. خواهد آوازی باکو، خواهد صدای مسکو را شنیده می نشیند. ملا اوراقکه راست گفته بوده است که بنده به آسمان برایم از پایم می کشد، به زمین درایم از گوشم. بعد آنکه مرا از کنجی سرتراشخانه پیدا کرد، بر راست قولی او دیگر شبهه ندارم. به ملا اوراقکه به حجره رفته یک پچکه سیگاریت گرفته دادم. نه دکتر جان، به من این قدرش لازم نیست. من یک تماکوکش هوسکاردیه. اعتراض کرد او. خیر میلش، شما را نصفی شبی تشویش ندیهم گفته بگیرم؟ میلش تشویش کشیدنی من اهمیت ندارد. شما تشویش نکشید شده است. قاریکه؟ ها اوکی شیرینه، کنایه میگوید دیه؟ دکترها بسیار مردم هزل کش می شدند. خیر، الها در دو دنیا روی خاری را نبینید، برابر قدتان شاخ نشکند. آمین. دعا را گرفته از تقدیر خود در هر دو دنیا آسوده شدم. اکنون خواب کردن ممکن. шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев шунидед. ровӣ ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ, коргардон Шералии Навзалӣ, муҳаррир Обиҷон Саидзода. анҷоми гуфтори 10.